گر به قومی ملحدین روز موعدت همکاری ایران با شیطان بزرگ. مذهب و ملت خیانت موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. یاری کفار زهر است ای مسلمان هوشدار، زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم، زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سعی کردی قلب بیدینان اخوت کرده ایم. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سعی کردی قلب بیدینان اخوت کرده ایم، سعی کردی قلب بیدینان اخوت کرده ایم. گر به قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. گر به قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. از برای شوق کرسی تا بکی یاری کفر، این چی ظلم و ناروا بر سران جمهوری اسلامی به همکاری با شیطان بزرگ اعتراف می کنند. کرسی تا بکی یاری کفر. هنگامی که آمریکا آمادگی حمله به افغانستان را اعلان نمود، رئیس جمهور وقت ایران آقای خاتمی آماده کمک با آمریکا در جنگ با اسلام به نام تروریست شد و توانست کابینه دولت را با خود همرأی بسازد. او گفت طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. لذا ایرانی ها بر آن شدند تا با آمریکایی ها بنشینند و مناسب ترین جا برای این کار دفتر سازمان ملل متحد بود. هیئت ایرانی پیامی برای حکومت ایالات متحده آمریکا داشت که در مورد آن هیلری مان عضو هیئت ایالات متحده میگوید He said that Iran was prepared to work unconditionally with the United States in the war on terror, that if they could work with us on this issue, it had the potential to fundamentally transform U.S.-Iranian relations. دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی شروع به نشست‌های مخفیانه در گروه 6 به علاوه 2 نمودند که در مورد آن هیلری مان میگوید These meetings took place in New York and also in Geneva. The Iranians were willing to do whatever was necessary to help to ensure that the U.S. military campaign could succeed. حمله آمریکا بر افغانستان در 1 ماه بدون نتیجه ادامه یافت. تحالف شمال که هم پیمانان ایران بودند و در دره پنجشیر جمع شده بودند، برای رسیدن به کابل نیاز به نابود کردن مراکز نظامی طالبان در مسیر کابل داشتند. ایران برای این منظور به ایالات متحده آمریکا اطلاعات زنده استخباراتی ارائه نمود و از گروه 6 به علاوه 2 کار گرفت. محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران گفت در افغانستان به قول خود افغانها چیزی نبود که خراب بشه، قبلا همه چیزش خراب شده بود. امریکایی‌ها حمله می‌کردن، میگفتن حالا رفتن پناهگاهی رو پیدا کردن، مثلا در غارها حمله می‌کردن، یه بمب عجیب غریبی رو که میتونه یه کوه رو منهدم کنه شلیک می‌کردن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. در یکی از این جلسات یکی از اعضای هیئت ایرانی نظامی بود و اون توضیح داده بود شرایط داخل افغانستان رو. He pounded the table and said, I've had enough of this. This is just nice talk, but we're not going to get anywhere if this bombing campaign doesn't succeed. نظرش این بود که امریکا اگر میخواد کاری بکنه باید با جبهه متحد یا با دوستان ایران همکاری کنه.
And then he took out a map and he unfurled the map on the table and started to point to targets that the U.S. needed to focus on, particularly in the north. We took the map to CENTCOM, to the U.S. Central Command. And certainly that did become the U.S. military strategy. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، ایران در ساخت حکومت دست نشانده آمریکا در کابل نقش مهمی را بازی نمود و حکومتی را که به زور تانک‌های آمریکایی و زیر سایه 30 پرچم صلیبی بر سر کار آمده بود به رسمیت شناخت. 9 ماه بعد از آن آمریکا و بریتانیا در پی جلب نظر شورای امنیت جهت حمله نظامی به عراق شدند و برای این منظور وزیر خارجه بریتانیا به تهران سفر کرد و اظهار نمود: Iran was a big cheese in the region, and it was important for me to see the Iranians, to get them on board for what we were seeking to do with Saddam, which was to get rid of him. We cannot ignore the threat posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves, and to the security of the region and the world. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین بره. خاتمی پیشنهاد نمود که ایران برای نابودی صدام اطلاعات لازم را در اختیار آمریکا خواهد داد. An international arrangement in respect of Afghanistan in which they had participated, and no one much noticed this, but it had worked pretty well. گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه مصر. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم، به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که می‌تونستن رهبران آینده عراق باشن. آیا نمیشه به این ایران به عنوان نیرویی که میشود با اون مشکلات را حل کرد نگاه کنیم تا خود این را مشکل بده؟ سران جمهوری اسلامی به همکاری با شیطان بزرگ اعتراف می کنند. اینها اینقدر پررو هستند. در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها اینها اینقدر پررو هستند. در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها باید بدانیم طبقه حاکم بر ایران که رسانه ها را در انحصار خود دارند همان رافضیانی هستند که حقد و کینه‌شان نسبت به مسلمانان در صفحات تاریخ ثبت شده است. و امت اسلامی خیانت‌های آنان را نسبت به اسلام و مسلمین از یاد نبرده است. اینان همان رافضیان دیروزند که این بار شعار مبارزه با وهابیت را به میدان آوردند. بی خبر سلفی و وهابی و تلاش می‌کنند زیر این شعار مسلمانان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند. رسول الله ربنا و بالاسلام احیانا وعلمنا بأن
قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ای. گر به قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. یاری کفار زهر است ای مسلمان هوشدار، زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم. زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سعی کردی قلب بدینان اخوت کرده ایم. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن، سعی کردی قلب بدینان اخوت کرده ایم. سعی کردی قلب بدینان. سران جمهوری اسلامی ایران چه جوابی در پیشگاه الله متعال دارند؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ای پیامبر، به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی در پیش دارند. آنان که کافران را به جای مؤمنان به دوستی میگیرند، آیا عزت را نزد آنها میجویند؟ بدانند که عزت همه از آن الله است. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به دوستی می‌گیرند. چه بد چیزی است آنچه نفس‌هایشان از پیش برای آنان فرستاده است، بدینسان که الله بر آنان خشم گرفت و آنان برای همیشه در عذاب به سر میبرند. و اگر به الله و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان میآوردند، کافران را به دوستی نمی گرفتند، ولی بیشترشان منحرف و بدکارند. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای مؤمنان، یهودیان و مسیحیان را که در مقابله با شما دوست و هوادار یکدیگرند به دوستی نگیرید و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد جزو آنان است. الله ستمکاران را هدایت نمی کند.